سه منبع گوناگون به پایگاه خبری بامداد خبر دادند که مقامات اگنتی نظارت دولتی مالیوی و مبارزه با کروپسیون تاجیکستان در پی یک سنجش نقشه‌ای فعالیت اگنتی نظارت در سوهای معارف در سالهای 2020-2022 در این نهاد تصرف مبلغ‌های دولتی را به مبلغ 1,850,000 سومانی یا بیش از 180,000 دلار آمریکایی با قرب امروزه آشکار کرده به ضد رهبر قبلی اگنتی سیدزاده شاهین نوریدین و چند زیردستش پرونده جنایتی گشودند. منابع بامداد میگویند که این سنجش در پی برکناری شاهین سیدزاده دایر گردیده در جریان آن آشکار شده است که از این مبلغ‌های تصرف شده 300,000 سومانیش در نتیجه قلبدستی سرمحاسب اگنتی نظارت در سوهای معارف محمد صدیق محمد زاکر، 100,000 سومانیش به محاسب کارخانه موزونه جرقینزاده و 100,000 دیگرش به خزینه‌دار اگنتی سفر لایق ربط داشته است، ولی مسئولیت باقی مانده 1,350,000 سومانی کم آمد را به گردن رهبر وقت اداره شاهین سیدزاده زدند. گفته می شود که این مبلغ بزرگ از بودجه اگنتی با فرمانها و امضاهای خود رهبرش سیدزاده نیست کرده شده است. در پی این نسبت به شاهین سیدزاده بر اساس دو ماده کودکس جنایتی تاجیکستان 245 و 316 با اتهام تصرف مبلغ‌ها و سوء استفاده از مقام پرونده جنایتی گشودند. یک منبع نزدیک به اگنتی مبارزه با کروپسیون گفت به افراد دست داشته در تصرف این مبلغ‌ها 6 ماه وقت دادند که مبلغ‌های تصرف شده را آورده سپارند. موزونه جرقینزاده، محمد صدیق محمد زاکر و سفر لایق 500,000 سومانی کم آمد مربوط به آنها را علاقه آورده سپاریدند، ولی شاهین سیدزاده در اول سرکشی کرده است و در پایان ماه آگوست مقامات اگنتی مبارزه با کروپسیون او و 3 زیردستش را به حبس پیشکی گرفتند. بعد این پدر شاهین سیدزاده نوریدین سعید که سالهای زیاد وزیر معارف تاجیکستان بود و حال رئیس کمیته رادیو و تلویزیون جمهوری است، شخصا برای آزاد کردن پسرش دواتوز کرده است و توانسته است که او را در عوض پول گرف از حبس آزاد کند. اما سرمحاسب محمد صدیق محمد زاکر و محاسب موزونه جرقینزاده با وجود آنکه مبلغ کم آمدهشان را علاقه جبران کردند در حبس باقی ماندند. یک منبع از اگنتی ضد کروپسیون گفت شاهین سیدزاده در پایان ماه آگوست از حبس پیشکی آزاد شد و روز 7 سپتامبر یک هفته بعد رهاییش 700,000 سومانی از مبلغ‌های تصرف شده را برگردانیده است. به اداره بامداد تا این ساعت هنوز میسر نشده است که نظر شاهین سیدزاده و یا ادوکات یا نزدیکان او را بگیرد. بامداد آماده است شرح آنها را نیز نشر کند. شاهین سیدزاده که 37 سال دارد از سال 2017 تا 2020 در مقام معاون سردار خدمات نظارت در ساحه معارف تاجیکستان کار کرده. از سال 2020 تا 2022 سردار اگنتی نظارت در ساحه معارف بود. 21 فوریه سال 2022 پرزیدنت امامعلی رحمان او را با سبب به کار دیگر گذاشتن از این وظیفه آزاد کرد، ولی با گذشتن بیش از نیم سال از برکناریش درباره به کدام منصب نو تعیین شدن شاهین سیدزاده دیگر خبری نشر نشد. منابع بامداد میگویند او تا حال به یگان مقام نو تعیین نشده است. سال 2018 دسرنت شاهین سیدزاده را به اثر دزدی هنگام نوشتن رساله نامزدیش عیبدار کرد و در پی کمیسیون عالی اتستاسیونی روسیه او را از عنوان نامزد علم‌های حقوق شناسی محروم کرد. شاهین سیدزاده آن اتهامات را شرح نداد، ولی بعد چند رساله‌اش را از نو نوشته این دفعه در کمیسیون عالی اتستاسیونی تاجیکستان دوباره حمایت کرد.